سلام دوستان، من فارا هستم. توی این ویدیو میخوایم با هم 100 فعل مهم انگلیسی رو یاد بگیریم. این فعل ها در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد و مهم هستند. پس حتما یادداشتشون کنید تا یادشون بگیرید و لطفا هر فعل رو بعد از من با صدای بلند تکرار کنید تا کاملا بهش مسلط بشید. بدون معطلی بریم سراغ این فعل ها. بی یعنی بودن. بودن فعل بسیار مهمی هست در زبان انگلیسی. have داشتن. لطفاً حتما بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. have do انجام دادن. do say گفتن. go رفتن. get یعنی گرفتن یا رسیدن. get make ساختن. know یعنی دانستن. think فکر کردن. take برداشتن یا گرفتن. see یعنی دیدن. come یعنی آمدن. want خواستن. want نیست بچه ها، want خواستن. look نگاه کردن. use استفاده کردن. find پیدا کردن. give دادن. tell یعنی گفتن یا تعریف کردن. tell work یعنی کار کردن. call صدا کردن یا تماس گرفتن. call try تلاش کردن. try ask یا ask پرسیدن. need نیاز داشتن. feel یعنی احساس کردن. become شدن. become لطفاً حتما هر فعل رو بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. بچه ها توی دلتون این کار رو نکنید، با صدای بلند تکرار کنید. become leave یعنی ترک کردن یا رفتن. leave put یعنی گذاشتن. mean معنی دادن. keep نگه داشتن. let اجازه دادن. begin شروع کردن. seem به نظر رسیدن. help کمک کردن. help talk صحبت کردن.
بچه توجه کنید که ال توش بی صدا هست. تاک تاک. turn turn یعنی چرخیدن یا تبدیل شدن. turn. start start یعنی آغاز کردن. show show یعنی نشان دادن. hear hear یعنی شنیدن. play play یعنی بازی کردن یا نواختن. play. run run یعنی دویدن. run. move move یعنی حرکت کردن. move. like like یعنی دوست داشتن. like. live live یعنی زندگی کردن. believe believe باور داشتن. hold hold نگه داشتن. bring bring آوردن. bring. happen happen اتفاق افتادن. happen. write write نوشتن. sit sit نشستن. stand stand یعنی ایستادن. خب بچه ها، ما با هم 50 تا فعل رو پیش رفتیم و من احساس میکنم که اگه بخوایم 50 تا دیگر هم پیش بریم ویدیومون خیلی طولانی میشه و حوصله سر بر. برای همین احساس میکنم که توی این ویدیو همین 50 فعل کافی هست تا شما هم کاملا یادشون بگیرید و 50 فعل دوم رو من توی پارت دوم براتون ویدیوش رو آماده میکنم و آپلودش میکنم. کاری که من از شما میخوام انجام بدید اینه که به عنوان تمرین سعی کنید با این فعل ها برای خودتون جمله سازی کنید و جمله بسازید و خوشحال میشم که نظرتون در مورد این ویدیو رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر که این ویدیو براتون مفید بوده حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر نظری، پیشنهادی و یا سوالی دارید توی قسمت کامنت ها ازم بپرسید. حتما به سوالاتتون جواب میدم. تا پارت دوم، خدا نگهدار.